حکومت امنیت مردم به عهده گرفته است. قانونگذاری کشور میگه این معنی نداره که کدام خانه ای که همش ویران کرد حکومت میکنه، کجایی که همه آب به تن حوالیش رفت. نه، حکومت مسئولیت رو برادر. اگر یک سیمتور سیمخوره که در همون مرزش داره همو را آب میبره، حکومت باید رو برقرار بکنه. گپ میزنه که بچه 10 تا نوار از نشون میتونم که زنها خودشون میگن حتی ما را اجازه ندادن نزد ملاقات رحمانوف بریم. برای چی؟ چون هرمان حق داره که با رهبر کشور ملاقات بکنه. هیچ افسانه‌تون این میمون بازیتون برای یکم جای دیگه بگین. سلام علیکم. علیکم سلام. برادر سلمان خیلی سوزی. سلامت باشین، تشکر. بفرمایید. اون مسئله یک تا ویدیو نشون دادین که در روز یک زنک کم ترک بلندتر حرف میزنید، مسئول خودشون بلند کن. بفرمایید. مسئله یک ویدیو نشون دادین که در یک زنک قطعی سه تا قطعی تیفلوش بودن که مسئله میخواستیم یکم تر. بفرمایید. خب سوال ما هم خیلی که سلمان شما برای چی هر یک ویدیو که مقصد در همین برنامه یا برنامه پیشینه تو میکنین فقط برای منفعت خود کار میکنین؟ آن گوش کنین. شما گامی برنامه به گپ زدین گفتین که حکومت اگر یگان کاری خوب کردگی باشد ما همه وقت در برنامه مقصد میگیم که مقصد این کرده کاری خوب کردگی ای نه که خیلی که ما شویدیم همین مقصدی که در کلو مقصد سیل زده در طرفای قرغند که وقتی سیل زد همو آدما رو مقصد خونوی زمینی کردن استفاده بردن دادن شو یگان برنامه تو شما میره قید نکردین. ما چند نوار نشون دادم که مردم تازه خونه نداره برای نشون دادن که رحمانوف سفر میکنه. همون 4 خانه ایگی تو اطراف کردن نوار نشون دادیم که زن از کلاه میگه که ما حتی ما را نزد رحمانوف رفتن نمونده. نشون دادیم براتون. نه ما خود ما هم خیلی ساکنای هم شهر کلوب ما آخه همون زن خودش یه زنی کمپی گفت که حتی ما را اجازه ندادن بریم شکایت بکنیم. جای چی مسخره بازی میکنن خاطر مردم؟ 2 خانه را ساختن که رحمانوف بیا ببینه زیبا تمام. اول بسین آخه ما درجه ما میدونیم چی گپ شده. آخه همون زن دروغ میگه. برای من بگم همون زنی که قریب 70 سال داره با همون بزرگش دروغگو بوده است. سیل اومده گوش که برادر سلمان یک دقیقه ما را گوش که بعد گپ زد. وقتی که سیل اومده همون خونه بسیارش خراب کرده اگه نبودن مثلا بعضی خونه در اومد با حولیش در اومد بعضی خونه را مقصد پورا اوجه از بین برد. همون خونه که مقصد پول از بین رفتگی بودن اون رو همه را سوز کرد. فرقی نداره اگر یک سیم چوبی همون خونه را یک دروازه‌اش اگر آب میبره، چون حکومت امنیت مردم به عهده گرفته است. قانونگذاری کشور میگه این معنی نداره که کدام خانه ای که همش ویران کرد حکومت میکنه، کجایی که همه آب به تن حوالیش رفت. نه، حکومت مسئولیت رو برادر. اگر یک سیمتور سیمخوره که در همون مرزش داره همو را آب میبره، حکومت باید رو برقرار بکنه. این مسئولیت حکومت است. نه فهمو این بس ما سر چی رفته خودش ما قید کردیم که وقتی که حکومت یک کاری خوب کرده ما حتما در برنامه گپ میزنم. چی باش ما یگون بار مقصد نگفتیم که خیر رفت اگه نه خطیب در کلوب مثلا این خونه ساختنه یا ساختمان اوخی برای رحمانوف نشون دادن ساختن. بچه زنهای دیگه گفتن ما نگرفتیم خونه و دروغ میگن. برای آدما ساختن، برای آدمایی که ساکنو که اوسی دیدگی نه برای ما ساختن. یگون بار شما را مثلا خب چرا دیگراش نساختن پس؟ ساختن حالا ساختمان ادامه داره. پس برای چی نزد رحمانوف برآمدن نموندن مردم؟ کی میگه خوش نمی گپوی ساخت. از وستو ما برای نشون بدیم حالی وستو. اوقات هم رادیو آزادی بود. فرقش چی؟ رادیو آزادی رادیو رسمی در داخل کشور است. اگر که جنایتکار باشه چرا یک رادیو جنایتکار در داخل کشور فعالیت میکرد؟ پس رسمی است. فهمو بیس خیلی شما ما هم گپ شما را گفتم که شما یا برچی بگین نمیگین که مقصد حکومت در همینجا در حقیقتا این خونه یا مقصد آدمو که اوسیب دیدگی هم را ساختن به استفاده دادن یا بر تعریف نمیکنین. کارش ما فقط تنقید حتی یک برنامه تو یک برای ما نشون بتین. آخه همون کام چیز کردن بیاین نشون بتین خیلی ده همه رسانه است هم رادیو زودی. آخه برای سفر رحمانوف کردن ما برات میگم که گرد اطراف همون خونه ها همون زنها بر اومدن در رسانه ها گفتن که حتی ما را سفر رحمانوف بود، سفر سروازی بود، سفر کدوم کورمان بود. همین گلم ساختن برای خیلی نداره همین ساختن این میمون بازی تو را بس کنین. همه را باید یک خیلی بسازن. رحمانوف که جای میره برای اون میسازن. نه خونه ها را رنگ میکنن. چرا باقی موندهش نساختن؟ برای چی؟ برای چی زنهای دیگه شکایت دارن که ما حتی به نظر نگرفتن؟ دروغ میگن؟ بیست خوزی دمی برآمد دیگه دوزی گپ زدی که اگر حکومت یک مقصد یک کاری خوب کرده ما حبیزت نه دائم برنامه‌ام امر تعریف میکنم. میگم که هم خیلی کداگه نه کی تو یگون بر نگفتی سای.
آخه برای ما برین نشان بدین، همش نشان بدین در اینجا برای کیفیت خودتون، برای رحمانوف، برای که همون صبر کن برادر عزیز. این مکتب شما خوندگی را من 5 سال پیش بود کردگیم، برای که تابی رحمانوف خیره نشوه همون گید اطراف رنگ بر کردین. برای چی زنهای دیگه شکایت دارن تو حاضره؟ چرا برای اون هم میسازین؟ همه را به یک چشم بگیرین، تری مسخره بازی نکنین خاطر ملت، مردم فریب نکنین. اینا با گفته که روزانه نساختن اینا. خب یوش ساختن یا را چی باید برنامه میگید؟ برای چی میشه نساختن؟ همه را بسازین. مسئولیت پالی انجام بدین. مسئولیت همه را انجام بدین. مسئولیت همه را انجام بدین. تری میمون بازی نکنین خاطر مردم. انا یک کس ساختن نه اینا میگم. مسئولیت همش انجام بدین. با طوری باید و شاید مردم از زندگی بدین، بعد بیاین در اینجا دعوا بکنین. چی بود از برای که رحمانوف تابش خسته نشوه، ناراحت نشوه، 4 خانه را رنگ و بار کردین، باقی مونده مردم تاج شکایت داره. این میمون بازی تا نمیگذره. مردم ای فریب نکنین. عموما گپ نزدید. نمیزنم گپ تا زمانی که پول برای مردم زندگی نتین. تا زمانی که تمام مردمی که خانه‌هاش آب زدگی است با طوری باید و شاید زندگیشون نتین، درست نکنین زندگیشون. خانه برای همه یکی نکنین، این میمون بازی نمیگذره. رحمانوف میبیا برای رقص و بازی، برای کیفیتش 4 خانه را ساختن، کلی داد به همین خلاص، باقی مونده خداحافظ خودتون بسازین. این خیلی میمون بازی، خیلی برنامه‌های پوچ و بی معنیتونه هر سال دوام میتین، باز هم دوام میتین، آینده دوام خواهید داد. یک نقطه شما نمیگم چون میمون بازی از اینجا. سلامت باشین. تشکر. سلمان به ترکیه عصبی نشه. چی دوام میکنی خاطر من؟ گپ میزنه که بچه 10 تا نوار از نشون میتونم که زنها خودشون میگن حتی ما را اجازه ندادن نزد ملاقات رحمانوف بریم. برای چی؟ چون هرمان حق داره که با رهبر کشور ملاقات بکنه. هیچ افسانه‌تون این میمون بازیتون برای یکم جای دیگه بگین. برای چی تو نگفتی؟ میگه برای کی اینجا میمون بازی صورت گرفتگی است. اینجا از حساب کدام تاجر، از حساب کدام کارخانه، کدام شرکت خانه را ساختن، میمون بازی کردن که رحمانوف آمد برای مردم آبزاده کلوب. اما پگاش میبینی که چی؟ او زن میگه که نه خانه من آمد، اون مردش میگه که نه ما را نساختن، او دیگرش میگه حتی ما را اجازه ندادن و نظیر رحمانوف برام شکایت کنم. این چی معنی داره؟ این چی میمون بازی است؟ این چی احمق بازی است خاطر مردم اوصال کردین شما برای کیف دل خودتون یک جا را میسازین که تو ناراحت نشوین، اما پشت او چی حرفا میگذارن نامعلوم. با هم خاطری بازیاتون برین دور گپ زنین.